مسئله ستره امام شما جدی بینید. وقتی که نماز جماعت میخونید کو امام اگر بر پشت یک دیوال که پیشش آدمو نمیگذارد یا یک ستون یا یک مثلا تخته یگان چی مونه در پیش امام، همون ستره امام پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه سترة الامام سترة للمأموم میگفتن. ستره امام برای مأموم ها هم کفایه است. اگر امام ستره داشته باشد، یعنی در پیش امام یک چیزی محکم باشد، بین همون ستره بین امام یک همین قدر جا باشد که امام با دستش داشته تا ندیگم کس اگر میگذارم گوید، یعنی همین 1 متر و 25 سانتی متر 1.5 متر که مقصد نزدیک شد و دارد همه آدمه، همین قدر مسافه باشد بین امام و بین همون سترهش، خواه دیوال است، خواه ستون است، خواه یگان چیزی دیگر است. برای دیگرها ستره شرط نیست. از در نماز تراویح، در نماز جماعت از بین صف اگر گذرید گناهکار نمشید. اگر تنها گذرید گناهکار میشید، یا از پیش امام گذرید گناهکار میشید. اما از نماز جماعت گذرید نمیشه. در صحیح بخاری و مسلم است که عبدالله ابن عباس میگن که وقتی که به مینا اومدن پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردم نماز جماعت میخوانند، من با خری ماده از بین صف گذشتم. نه فقط خودش، با خری ماده، با خری ماده با از بین صف گذشتم، بعد از این طرف صف و اون طرف گذشتم، با خر سر دادم، با آمده به نماز همراه شدم. یگان کس به من این کار نکرد. یگان کس بعد نماز نگفت که مردک برای چی از بین صف گذشتی؟ برای چی؟ برای اینکه ستره امام برای مردم کفایتی میکند. بنابراین اقلا برای امامتون از ستره مانید، یعنی امام جای خوب باشد که از پیش امام هیچ کسی نگذرد. برای میگم اگر رفت و پیشش جای کشاد باشه، یگان تخته مانید که مقصد یگان چیز مانید که قدش بلندتر باشد. اما ستره بله یا زیرا گفتن، یعنی زیرا با همون چی برمیگرده، اگر 40-50 سانتی متر باشد بهتر است. اقلا همین قدر چیز باشد و بین شما و بین آن همین 1.5 متر 1 متر جا باشد که یگان کس گذشتن به با دستتان پیش گرفته تانید اگر تنها گذار باشید. فهمو؟